با افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کابل، حکومت به تازگی بخشی از کاخ دارالامان را به مریضان کرونا اختصاص داد. یک بخش این کاخ به 500 بیمار مبتلا به ویروس کرونا اختصاص خواهد یافت. تقریبا 1500 کسانو په اندازه کې مونږ کولی شو چې دلته مریضان بستر کو. دلته کوم مریضان چې راځي هغه یا خفیف دي یا متوسط دي. یعنی مونږ دلته به خفیف و متوسط مریضان راځي. تمامی مصارف این کار از سوی حکومت افغانستان پرداخت می شود. همچنان از این کاخ به روز شنبه کارزار آگاهی دهی درباره ویروس کرونا برای باشندگان کابل نیز آغاز خواهد شد. دستورالعمل‌ها و به خاطر تطبیق هدایتی که مبنی بر قیود محدودیت در شهر کابل وضع شده، به شکل منظم به تمام نواحی شهر و ولسوالی‌ها عازم میشه. والی کابل میگوید تلاش‌های بیشتر برای آگاهی دهی درباره این ویروس ادامه خواهد داشت.